این ناحیه قابل قبولیه برای ما. چرا؟ روند صعودی ما روند پرقدرتیه، پس ما باید یه جوری این معاملمون رو کنترل کنیم با مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه. سلام، به کانال پیپ کوین خوش اومدید. با ما باشید تا امروز انتظاراتمون رو از روند این هفته بازار فارکس با هم به اشتراک بذاریم. خب ما میخوایم توی این ویدیو آپدیت ویدیو هفته قبل که تحلیل DXY شاخص دلار و یورو پوند بود و با هم به اشتراک بذاریم و در موردش صحبت کنیم. خب همینجوری که میبینید این تحلیل هفته قبل که توی ویدیو قبلی توی کانالمون هم هست، میتونید ببینیدش. تحلیلمون مال هفته قبل بود که همونجوری که انتظار داشتیم قیمت توی قالب روند نزولی داشت حرکت میکرد. اینجا یک سقف توی تایم فریم پایین تر برداشت، به ما نشونه توی تایم فریم پایین تر داد برای اصلاح 4 ساعته. نفوذ توی EMA 60، پولبک به EMA 60 و پر کردن این گپ و ادامه روند ریزشی و سقف و کف جدید. حالا بریم سراغ تحلیلمون از وضعیت کنونی و انتظاراتمون از هفته‌ای که پیش رو داریم. قیمت بعد از اینکه اومد پولبک زد، یه BOS به ما داد و یه سقف جدیدی توی روند نزولیمون ثبت کرد. پس فعلا ما یک روند نزولی جدید داریم. خب پس فقط فعلا باید به پوزیشن های سل روی دلار فکر کنیم، روی شاخص دلار فکر کنیم. سقف قابل قبول ما 99.312 است. حالا ما اگر بخوایم بریم سراغ پوزیشن جدیدی بخوایم باز کنیم برای هفته آینده، چی کار باید بکنیم؟ چه انتظاری از حرکت بازار داریم؟ توی 4 ساعته ما میتونیم یه پولبک حتی توی این سقف، توی این ناحیه، یا حتی توی این FVG میده این FVG که محل تلاقی EMA 60 مون هم هست داشته باشیم. نه قیمت بیاد توی 4 ساعته یه پولبکی بزنه به این ناحیه و بیاد ادامه روند ریزشی و BOS جدید ثبت کنه برای ما. حتی میتونه این کفم این سقفم بر نداره و بیاد به صورت یک شادو نفوذ کنه توی این سقف، میده این FVG رو برداره و ادامه بره. پس حالا ما باید چیکار کنیم؟ برای اینکه بتونیم بهتر تصمیم بگیریم، ما میایم از تایم فریم های پایینتر استفاده میکنیم و از تحلیل و روند تایم فریم های پایینتر استفاده میکنیم که ببینیم بازار میخواد چه حرکتی توی هفته آینده نشون بده. همون جوری که گفتیم قیمت توی روند نزولی داره به حرکت خودش ادامه میده. حتی روند مینورمون که روند داخل این روند بلند مدته و ما بهش میگیم روند مینور یا داخلی، نزولیه. تا چه زمان؟ تا زمانی که این سقف برداشته بشه. زمانی که این سقف برداشته بشه، اون سناریویی که ما گفتیم که میتونه بیاد به مید FVG که تقریبا میتونه این نواحی باشه، واکنش نشون بده توی 4 ساعته و ادامه ریزش داشته باشه، زمانی این اتفاق میفته که این سقف برداشته بشه و بیاد توی این ناحیه و توی تایم فریم پایینتر یه کف صعودی از دست بده، به ما یه تاییدیه‌ای برای نزول بده که ما بتونیم با یه پوزیشن سل که استاپش میشه بالای این سقف 99.312 ادامه روندمون رو بگیریم. اما تا زمانی که ما این سقف رو داریم و این سقف هست، فقط به پوزیشن سل فکر میکنیم و فعلا جلو نمیخوایم بای DXY برای 4 ساعته رو بگیریم. میایم تو تایم فریم های پایین تر ببینیم تایم فریم های پایین تر به چه صورته. تایم فریم پایین تر همون کف سقفی که ما مشخص کرده بودیم داریم اینجا که این میشه کف و یک روند داخلی و مینور نزولی داریم. این ناحیه قابل قبولیه برای ما. چرا؟ چون اگر یادتون باشه توی ویدیویی که ما
توی هفته قبل گفتیم این ناحیه مهمه به خاطر اینکه اومده لیکویدیتی جمع کرده. حالا چه جوری؟ قیمت اومده های زده، لو زده، قیمت اومده استاپ این بالا رو برداشته و بی او اس داده. بی او اس داده، لیکویدیتی گرفته و اینجا هم حالا نمیشه بگی FVG، ولی خب یه ناحیه خوبی داشته که قیمت برگشته بهش ریاکشن نشون داده و اینجا یک ضعفی ما داریم از قیمت میبینیم. قیمت های زده، لو زده، های زده، لو زده، های زده، لو زده، نتونسته های جدید بزنه، اومده لو جدید زده، اومده ها. احتمال اینکه بیاد ادامه روندمون رو نزولی از همینجا بره زیاده. پس ما میتونیم یه پوزیشن سل بگیریم همین توی همین نواحی که استاپمون بالای این سقف باشه یا حتی اینجا. اگر خواستین اینجا پوزیشن بگیرین، حالا من هفته قبلی خودم مثلا پوزیشن گرفتم ولی این تو این نواحی گرفتم که استاپم این بالاه. اگر شما خواستین تو این نواحی بگیرید، استاپ بالای این سقف خیلی بهتر. ریسکش زیاده، احتمال داره که قیمت بخواد بیاد توی این نواحی بالاتر، احتمال استاپ داره، ولی به نظرم استاپ اینجا باشه خیلی بهتره، چون شما استاپ خوردین اینجا میتونین دوباره وارد معامله بشین، چون روندمون ریزششو داشته، یکم ریسکش زیاده. یا میتونین صبر کنین یا اگه خواستین میتونین استاپتون رو بذارین بالای این سقف که اگه این سقف توی 15 دقیقه برداشته بشه که دیگه کلا بحث فرق. پس ما میتونیم یه ریسکی رو اینجا روی DXY داشته باشیم. این تحلیل ما از DXY. بریم سراغ یورو و پوند. خب یورو و پوند رو داریم توی تایم فریم 4 ساعته اول بهش نگاه کنیم. خب طبق تحلیلی که ما هفته پیش داشتیم، قیمت دقیقا همون حرکت نشون داده. قیمت اومده توی یه ناحیه، بعد از یه های جدید اومده لومون رو تو همون ناحیه که انتظار داشتیم تشکیل داده، پول بک به EMA 60 زده و BOS جدید داده. حالا بریم سراغ این که این هفته چه انتظاراتی ما از بازار و روند یورو داره. یورو کف جدید ثبت کرده توی 4 ساعته که میشه این ناحیه. سقف جدیدم برداشته و همینجا که اینجور مشاهده میکنیم. توی 4 ساعته ریسکه که ما بخوایم توی این نواحی وارد معامله بای بشیم. کجا برای ما ارزش داره که بای بگیریم از یورو؟ بیاد سناریوی پول بک 4 ساعته DXY اتفاق بیفته. یعنی یا تو این نواحی من دوست دارم یورو رو بایشه بگیرم، یا بیاد پول بک بزنه توی این ناحیه که اگه یه فیبوناچی هم ما بندازیم، این نواحی خیلی معتبری هن برای ما که ما اینجا میتونیم ریسک کردن برای بای بگیریم، برای بای گرفتن. حالا بریم توی تایم فریم های پایین‌تر. توی تایم فریم های پایین‌تر داستان از چه قراره؟ توی تایم فریم پایین‌تر هم ما یه های داریم، یه لو داریم، قیمت پول بک زده، نزدیک به EMA 60 شده، ولی بازم جا داره برای اصلاح‌های پایین‌تر. اینجا باز ریسکیه که ما بخوایم بای بگیریم، استاپمون خیلی واید میشه. اگر بیاد توی این نواحی یا حتی این نواحی ما میتونیم بای خوبی بگیریم. اما یه موضوع دیگه ای هم که هست، روند صعودی ما روند پرقدرتیه و ما نباید برای اصلاح انتظار داشته باشیم که قیمت 60%، 70% از یک لگو بتونه اصلاح بده. حتی از 30% به بالا ما میتونیم وارد معامله بشیم، ولی به شرطی که تأییدیه بده، به شرطی که قیمت توی تایم فریم های پایین تر تأییدیه بده به ما که ما با یک استاپ خیلی بسته، مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه معقول بتونیم وارد بای بشیم. پس اینو در نظر داشته باشید.
همیشه توی یک لگ احتمال 60% 70% اصلاح نداشته باشین. 30% به بالا معقوله که بخواین شما وارد پوزیشن بشین. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این روند میتونه انقدر قوی باشه که همین مقدار اصلاح کافی باشه براش. حالا ما بریم توی تایم فریم 15 دقیقه، بریم تایم فریم 15 دقیقه چه جوریه، روند مینورمون چه جوریه. تایم فریم 15 دقیقه ما روند مینورمون به این شکل، قیمت یه لویس جدیدی داره و یک های جدید. خب قیمت اومده این ناحیه مهمیه برای ما، این پیوت مهمیه برای قیمت اومده توی این ناحیه بی او اس داده رفته بالا. حالا توی تایم فریم 15 دقیقه اگر یه نکته توجه کنیم، اصلاح های لو قیمت اومده این های توی 15 دقیقه برداشته داره بالای یه 60 کلوز میده. این نشونه میتونه نشونه بای باشه برای من، یعنی این لگ اصلاحی من که تقریبا 50% لگ اصلاح کرده، قیمت از همینجا میتونه بره با یه بیوس جدید بده. ولی اگر 1% خواستین که وارد معامله بشین توی این نواحی، استاپ باید زیر 1.1796 با مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه خیلی دقیق باشه که حداقل بتونه یک پوزیشن با ریسک به ریوارد 1/2 رو راحت بهتون بده. اینجا به خاطر اینکه روندمون توی سقفه و بای گرفتن، احتمال اینکه اصلاح 4 ساعته هم داشته باشیم زیاده و بای گرفتن ریسکی زیاده، پس ما باید یه جوری این معاملمون رو کنترل کنیم با مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه. پس اگه یورو خواستیم وارد شیم، به نظرم حرکت معقولی که ما میتونیم داشته باشیم اینه، یا وایسیم بیشتر اصلاح بده، یا اگر خواستیم میتونیم توی این نواحی با یه استاپ بسته‌ای وارد بشیم. این یه موضوع. بریم سراغ پوند. پوند هم توی 4 ساعته اون موضوعی که ما گفتیم که اصلاح نباید حتما 60% 70% باشه رو شما توی پوند راحت میتونین ببینین. ما خودمون انتظار داشتیم قیمت وارد این ناحیه بشه، بعد بره بیوس جدید بده، ولی نه، پول بک زده نزدیک به EMA شده. چرا؟ چون روند صعودی به شدت قوی بوده و قیمت تقریبا نزدیک به یک اصلاح 50% داده، 50% هم نشده و بعد اومده بیوس جدید داده. پس این موضوع هم در نظر بگیرید. بریم سراغ حرکت این هفته پوند که ببینیم پوند چیکار میخواد بکنه. پوند کف جدید ثبت کرده 32874 بیوس داده و در قالب یک روند صعودی داره میره رو به بالا. توی اینجا یه نکته داره، قیمت پوند نسبت به حرکت DXY و یورو اصلاح بیشتر و ریزش بیشتری داشت. کلا پوند حرکاتش خیلی بیشتر از یوروه، لیکویدیتی جمع کردنش بیشتر از یوروه و کلا این خصلت پونده. اگر پوند رو ترید کرده باشید به مدت زیاد متوجه این موضوع میشید، خیلی استاپ میزنه. حالا چه جوری قیمت اومده، ما اینجا یه کفی داشتیم که توی یورو و DXY اصلا قیمت نرسیده به اینجا، ولی پوند اومده با یه شادوی توی 4 ساعته نفوذ کرده توی این کف که اینجا شما دارید میبینید. خب این توی تایم فریم های پایین تر، همینجور که میبینید تو تایم فریم های پایین تر اومده یه کف 15 دقیقه، حتی کلوز کندل هم به ما توی 15 دقیقه داده. پس یعنی چی؟ یعنی روند ما توی 15 دقیقه داره نزولی میشه. خب اما یه موضوعی که هست، چون که DXY و یورومون سعودیان، ما میتونیم یه انتظاری که داشته باشیم از پوند، البته خود پوند هم سعودیه توی تایم فریم های بالاتر، این که
قیمت توی 4 ساعته با یک شادویی که نفوذ کرده توی این کف فقط میخواسته لیکویدیتی جمع کنه و استاپی که اینجا هست رو بزنه، زیر این کف هست رو بزنه و بعد از اون حتی سلرار هم با این حرکت فعال میکنه. شما وقتی این کف از دست بره میگین روند نزولی شده دیگه، وارد پوزیشن سل میشین با استاپ این ناحیه و بعد بیاد یک سقف جدیدتری بزنه که هم لیکویدیتی بایرها و هم لیکویدیتی سلرها رو بگیره. حالا ما از کجا میتونیم بفهمیم که این حرکت میتونه جمع آوری لیکویدیتی باشه؟ اگر قیمت توی 15 دقیقه اول از اینکه حرکت وی شکل بوده، نه همون جوری که ریخته همون جوری هم اومده بالا، قیمت شروع کرده اینجا به رنج شدن. توی یورو ما این سقف 15 دقیقه رو برداشتیم ولی توی پوند بر نداشتیم. وایسیم یکی از این دوتا سقف یا همین سقف برداشته بشه. اون موقع اگر قیمتی همچین اتفاقی براش بیفته، یعنی قیمت بیاد اینجا یه سقف جدید بزن توی پول بک، میتونیم بگیریمش برای روند صعودی بلند مدت که بیاد حالا سقف جدید بزنه. اگر پس شد بیاد 15 دقیقه این سقف رو برداره و بالای EMA 60 مونم کلوز بده، اون موقع این حرکت میشه جمع آوری لیکویدیتی این کف که توی 4 ساعته شادو کلوز کندل نیست. این هم از تحلیل پوند. امیدوارم که مفید باشه این ویدیو براتون. اگر که حس میکنید این ویدیوها براتون مهمه، تحلیلای ما براتون مفیده، کانال ما رو سابسکرایب کنین و نظراتتون رو با ما به اشتراک بگذارید.